دیگر گفته است السلام علیکم داملای مهربان، خداوند علمت رو زیاد گرداند. ما میخواهیم که به سوالهای من مختصر جواب. دین چیست؟ دین رسول اکرم در حدیث سوال کردن گفت الدین النصیحه. دین نصیحت کردن است. دین نصیحت است. نصیحت چی است؟ خیرخواهی. همین دین خودش خیرخواهی است. در همون دینهای پیشینه هم نصارا و یهود و کاتولیکا و دیگر دینهای پیشینه عثمانی هم همونها هم تربیه آدم بود. هم در زمان خودشون دینهای برحق بودن. در همون دینهای پیشینه هم زنا حرام بود، عرق خوردن حرام بود، گوشت خوردن حرام بود، دلازاری حرام، در هم حرام بود. همین فقط بعدا همون کتابا منسوخ بیکار شد به خاطر که همین حکم‌ها رو از کتابا خودشون برداشتن. حکم عرق برداشتن، حکم خوب برداشتن، حکم زنا را برداشتن، کتابشون مخصوص، دینشون مخصوص شد برفت. دیگر نصیحتش نموند. دیگر گفته است چقدر دین هست، خواه اسلام باشد خواه غیر اسلام، همش یک نقطه دارد. البته همش نقطه دارن، اما به غیر اسلام همش باطل شدگی است، همش بیکار. غیر اسلام همه دین باطل است، خطا. هر کدام یوره که ما پرستراک بکنیم در روی کمبودی است، از خانهای بی‌معنی نادانی است. یا که مثلا دیگر جاهایی هست که علم ترقیات تکنیکش بعد کیم کجا به کیهان رسیدگی است، خدا توفیقش نداده یک هیکل مترش هم رو خدا گفته سجده میکنه. تکنیکا و علمش به هم اجور رسیدگی است، بود پرستش میکنن. این با از یک طرف به عقل، از دیگر طرف میبینیش قد حیوان هم عقل نداره. دیگر معلمی در دانشگاه شهر کلو میگوید که نماز رو سراسیمه در مسجد میخونی، در خانه به حضور بخون بهتر است. خب سراسیمه نخون، در مسجد به حضور دل بخون بهتره. اما این مسئله که در خانه بخونی بهتر است، او معلم خطا کردگی است که پیغمبر خدا در حدیث میگه تارک الجماعت ملعون فی التورات والانجیل والزبور والفرقان. ترک کننده جماعت، کسی که جماعت مسلمانان را ترک میکنه نمیره، این لعنت کرده است در تورات، انجیل، زبور و قرآن. ترک کننده جماعت سوال کردن عبدالله ابن عباس که یک آدم سوالش کرد که یک کس شب بر نماز بگذرونه، روز بر روزه بگذرونه، اما در جمعه و جماعت حاضر نشه، حالی او چیست؟ هو فی النار، او جاش دوزخ است. با پیغام سوال کرد که هو فی النار. 2 ماه هر سحر می اومد، 2 ماه 60 روز سوالش کرد، 60 روز جواب یک داد، هو فی النار، هو فی النار، او جاش دوزخ است. برای ترک جماعت کردن درست نیست. خب او نفهمیده است این مسئله را. گلستوک داختن در اسلام ضرری دارد؟ اگر با گلستوک نماز خوانی چی می شود؟ بسیار خوب می شود، هیچ گپی نداره. گلستوک ببند نماز تا خوندن بگی، استودنتی معلمی گلستوک تا بسته خوندن بگی. گلستوک یک لطه هست، او یگان جای بینمازی نداره. گلستوک چکار میکنن؟ گپ‌های زیادتی بی اساس در حق همین گپ‌ها رو میگن. کارکنی دولتی است، معلم است، دانشگاه است، طلبه است، گلستوکش بستگی نمازش خونده رفتن بگیره. مخصوص در یک امر معروف دیگری هم این مسئله در ما برآمد کرده گیریم که گلستوک با ما میخوایم خوب میشه که دخترها ببندن. دخترای مکتب، استودنتکا ها، معلمه ها همش گلستوک ببندن. این بهتر است که سطر میکنه، پیشی برش محکم میکنه. اینطوری که با عزیزی افتابی ببندن، با بهتر چشمش سطر میشه. این بهتر است. یگان ضرری ندارد، گناهی هم ندارد. در زمان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه که حضرت عمر بن خطاب چند از ازواجی که داشت، زنهایی که داشت، اما دختر حضرت علی و فاطمه رضی الله تعالی عنها هم زن حضرت عمر بود، ام گلثوم. ام گلثوم دختر فاطمه زهرا، دختر علی رضی الله عنه و زوجه مبارکه عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بود. بار هر دشان به ام گلثوم در کدام مسئله مشورت میکردن که حضرت ام گلثوم به عمر بن خطاب سر و صدا کرد، آوازش بلند کرد، چیزی میگفتند. از بین امت رسول اکرم
یک شخصی بود که به زنش جنجال سخت کرد، زنش به او سر و صدای بلند کرد و او شکایت به نزد خلیفه اسلام رفت که در او زمان خلیفه اسلام عمر بن خطاب بود. اون شخص آمد، از دروازه نادر آمده بود که آواز زن حضرت عمر بن خطاب دید که به حضرت عمر بن خطاب سر و صدای بلند کردیستن، هر دوشون در کدام مسئله گفتگوزاری کرده ایستادند. البته که در بین زندگی یک نافهمی می شود. اون شخص در یک کشاده کرده، در پوشید برآمد. عمر بن خطاب او جوانه که دید سر و صدا را ماند، از قفای او آمد، او را منع کرد، به نزد خودش دعوت کرد و او را گفت که ای شخص تو بگو چی حاجتی داری؟ گفت که یا امیر المؤمنین، ای خلیفه اسلام، من یک دردی داشتم، خواستم که آمده به تو بگم، اما دیدم که او دردم در جناب شما هم بوده است. گفت چی است؟ گفت بزنم ساز نگرفتم، آمدم که شکایت همسرم به تو قیصه کنم، اما وقتی که آمدم همون سر و صدایی که زنی ما به من میکرد، آمدم در خاندان تو هم همون را دیدم که زوجت به سر تو سر و صدای بلندی دارد. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پدر عروس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حفصه بنت عمر، حضرت عمر دخترش هم به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دادگی بود. حضرت عمر کسی بود که پیغمبری خدا گفت اگر تا قیامت بعد از من پیغمبر میشید، عمر پیغمبر میشد. رسول اکرم همین خیلی عمر بن خطاب دوست می داشت. عمر بن خطاب گفت که ای شخص، گفت رسول اکرم امر کرد که به زنها نیکویی کنید، خدا در قرآن امر کرد که به زنها نیکویی کنید، اما گفت این اگر چنده که سر و صدا هم که بکند، اگر چنده که یگان نافهمی در بین ما بکند، اما این زن چی است؟ گفت چندین حقها دارد، چندین نیکی های دارد. گفت گوش کن، اولها هی ستر بینی و بین النار. یکم گفت ای جوان، گفت همه همسر ما، گفت پرده ای از بین من و بین آتش دوزخ، فیسکن بها قلب عن الحرام، دل ما به این آرام میابد از حرام. اول بین من و بین دوزخ پرده است. میزن زن پرده بدنش همین است که مرد وقتی که به زن خودش باشد همخوابه شود، او زن خودش زینت بدهد. البته که هیچ مرد به زن بیگانه نمی شود. زن هر چقدر آرایشاتی که دارد خودش در نزد شوهرش آرایش بده، زیبا کنه، خوشبو کنه که زنش از او استفاده کنه، مرد از او استفاده کنه، تا که هیچ مرد به زنی بیگانه نشود. گفت این زن پرده است بین من و بین آتش دوزخ، دل من به این آرام میابد، من از حرام به سبب این نجات میابم. و الثانی انها خازنة لی اذا خرجت من منزلی و تکون حافظة لمالی. دویم همین که این زن خزینه داری من است، پاسبان خانه من است، وقتی که از خاندان که من برآمدم همه مال و ملک مرا این زن نگه میکند، پاسبانی میکند، حفظ میکند. و الثالث انها قصارة لی تغسل الثياب. سیم همین که این زن لباسشوی من است که لباسهای مرا میشود، لباسهای مرا نمازی میکند که با او لباس پاک نمازی من عبادت خدا را میکنم. و رابع چهارم برای فرزند من است، یعنی در حالتی که فرزند ندارم، دختر بچه مرا شیرده همین زن است، پاک میکردگی همین زن است. اگر خدا به سر هیچ مردی نیارد که کودک خور داشته باشد، او چه حال مشقت به سر او مرد میآید. و خامس انها خبازة و طباخة لی فقال رجل ان لی مثل مالکتی. دیگر گفت که این مرد گفت همین زن برای من نان پز است، همین زن برای من طعام پز است. گفت ای مرد، گفت طعام مرا این زن تیار میکنه، نان مرا میپزه تیار میکنه، لباسی مرا میشوید، کودک های دختر و بچه مرا نگاه و بین میکند، من باش مال ملکی مرا حفظ میکند، من خدمت به این آرام میکنم، از آتش دوزخ به زنهای بیگانه نظر نمیکنم. انا همین نیکی های همین زن پیش روی من میآید. اندکی کم و تم ناقصیه که زن دارد او را باید مرد ببخشد.
از اون مرد باید که گذشت کند. اون مرد وقتی که این جوابهای عمر بن خطاب رضی الله عنه را وقتی که شنید، گفت من هم مثل تو هستم، زنی من هم مثل زنی تواری همین خدمت میکند. گفت این خیلی که باشد از او گذر کن. یعنی گذشت کردن در کار به اندکی کمبودی که او دارد، او را در شمردن و گفتن و او را سر و صدا، اونه که حجت میکوه و دلیل میکوه و به جمعه حاضر نشود، یک بار اندیشه بکند که نماز جمعه در یک هفته مثلا 1 ساعت است، در یک هفته 1 ساعت است. یک هفته را ساعت شه حساب کنید که چند قدر ساعت می شود. یک شبانه روز 24 ساعت، یک هفته قطعی ضرب شدن 7 کرد 24 چند می شود؟ 100 چند؟ انا همین قدر ساعته که در یک هفته، یک شبانه روز 24 ساعت، یک هفته این هر شبانه روز 24 ساعتی برای کار دنیا برای مشغول شد. نخواد که 1 ساعت تو از کار برای خدا آمده راز نیاز گفتن، ایره کار دنیا تا از کار خدا پیش بدانی. کار دنیا تا همین 1 ساعته که در راه خدا از تو ایره از او بهتر بدانی. این چی جای مسلمانی است دیگر؟ چی جای حجت کافتن و دلیل کافتن است؟ یگان عذری نیست، یگان حجتی نیست که نماز جمعه را ترک کنی، مگر که بیمار باشی، کسل باشی، راه رفته نتونه، چشمش نابینا باشه، یا مثلا جراحی کردگی باشه، بیمار باشه که او قوت قدرتی به جمعه آمده اشتراک کردن نداشته باشه، در این صورت عذر میشه، میلش معذور هست، در خانه پیشین میخواند به جای جمعه. خلیفه جمعه پیشین است، اما بی عذر جمعه را ترک کند بسیار در نزد خدا گناه است که عاصی می شود که ترک امر خدا کرده است.